به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک گردش زمین آرام از او یافت. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متاع خانه اوست. سپاس و حمد به پایان خدا را، که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام، بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، در این روزهای سخت و دشوار و سنگین از خداوند عاجزانه مسئلت دارم که برای من و شما در این رنج و مشقت‌های حیات، در این کلفت‌ها، وزنینی‌ها، ناراحتی‌هایی که امروز در بالای ما مسلمان‌ها و خصوصا مردم مسافر و مهاجر آمده است، از خداوند عاجزانه مسئلت دارم که پروردگار برای ما صبر جمیل و اجر جزیل خداوند نصیب فرماید و پروردگار بزرگوار تمام برادرهای مؤمن و مسلمان ما را در روی عالم و وطن عزیز ما را و تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را از این وباها، از این بلاها خداوند در حفظ و امانش نگه دارد. برادران بزرگوار، دوست از ما خواهش کرد که یک چیز درباره صبر صحبت داشته باشیم، چون که امروز از این طولانی کشیدن، دراز کشیدن این ناراحتی، این وبا، این دردی که در روی عالم پهن شده است، کاسه صبر مردم لبریز شده است و دیگر صبر و طاقت در جامعه باقی نمانده است. دوست خواهش کرد که یک چیز در باب صبر ما صحبت داشته باشیم تا اینکه برای برادرهای مؤمن و مسلمان ما یک توصیه، یک آرامش دل برای اونها باشد. برادران بزرگوار من، در اصل هر چیزی که در بالای من و شما می آید از جانب الله است. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هر مصیبت در بالای ما می آید، هر مصیبت برای ما می رسد، این به اذن الله است، از جانب الله است. ما باید صبر کننده باشیم در برابر این بلای الهی، در برابر این وبای الهی، در برابر این امتحان و سنجش الهی. باید که ما تسلیم باشیم و صبر و رضا داشته باشیم. در اصل برای این مشکلی و دشواری را از بالای خود دور کردن برای من و شما ضرور است، لازم است که صبر کننده باشیم و صبر داشته باشیم. اون حدیثی که حضرت عایشه مادرمون از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از طاعون پرسیده اند، جناب پیغمبر گفتند این یک عذابی هست که خداوند به سوی هر قوم بخواه می فرسته و این طاعون، این وبا را خداوند برای مؤمنها رحمت می گردانه، سبب نجات یافتن و سبب رحمت برای اونها می شود و هر قوم و هر گروه وقتی این وبا به بالاشون آمد، اونها باید یقین داشته باشند که برای اونها نمی رسد مگر آن مقداری که خداوند در مقدرات اونها، سرنوشت اونها معین کرده است. و هر شخصیتی که در این حالت صبر کننده باشه و در اون جای هست از اونجا بیرون نشوه، در جای باید ایسته، خداوند در برابر صبر کردنش و در برابر اینکه تسلیم در امر الهی می شود، خداوند برای او ثواب شهید در نامه اعمالش نوشته می گردانه. به همین خاطر برای من و شما برادران بزرگوار من، در این حالت مشقت و سنگین، در این حالت دشواری، برای ما لازم است که صبر داشته باشیم و از جمله صبر کننده ها باشیم. الله بزرگوار در جاهای زیاد در قرآن ما را امر کرده است برای صبر کردن. می فرمایند استعیذ بالله
در سوره بقره آیت 153 خداوند میفرمایند که استعذ بالله یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. صدق الله العظیم. ای آن ذاتانی که ایمان آورده اید، شما از پروردگار یاردم طلب کنید، از پروردگار استعانت بجویید به نماز و به صبر. خداوند همراهی صبر کنندگان است. در این آیت الله مهربان برای ما امر کرده است که وقتی در تمام حالت ما از پروردگار یاردم طلب کنیم که خداوند برای ما توفیق عبادت، توفیق نماز، توفیق بندگی را نصیب گردانه و از خداوند ما صبر طلب داشته باشیم که پروردگار در همه حالت برای ما صبر جمیل، صبر یعنی عظیم، صبر بزرگ خداوند برای ما نصیب گرداند. این خیلی چیزی مهم و ضرور است برای انسانیت. در اصل عزیزای خدا، دوستای خدا میفرمایند که برای هر یک فرد مسلمان، برای هر یک شخصیت مؤمن 3 نوع صبر لازم است: صبر در طاعت، صبر از معصیت و صبر بر مصیبت. یعنی در حالت طاعت و بندگی الله انسان باید صبر کننده باشد، یعنی سراسیمه و بیخود نباشد، و در حالت گناه و معصیت هم انسان باید صبر کننده باشد، خود را به دست گیرد تا اینکه گناه و معصیت را انجام ندهد، و در حالت مصیبت هم باید که انسان صبر کننده باشد. وقتی مصیبت به بالای او را آمد، انسان باید که صبر اختیار کند، چون که جناب پیغمبر در حدیث صحیح فرمودند که الصبر ضیاء، صبر روشنایی هست. هر کاری که در او صبر باشد اون کار یعنی به خوبی انجام می‌یابد. در هر عملی که صبر باشد اون عمل انشاءالله که نورانی می‌گردد. به این خاطر صبر روشنایی حیات است. به این خاطر برای انسانیت این روز و شبی که من و شما یعنی در حالت دشواری و مشقت، خصوصا برادرهای مسافر و مهاجری من که قرار داریم، باید ما صبر کننده باشیم. برای ما دیگر چاره و علاجی نیست. اگرچه گرسنه میمانیم، اگرچه بیکار میمانیم، اگرچه از اهل و بیت جدا و دور هستیم، اگرچه رنج و فراق غریبی میکشیم، برای من و شما لازم و ضرور است تا اینکه صبر داشته باشیم. از خداوند طلب کنیم که پروردگار در این مصیبت برای ما صبر عطا کنه، برای ما صبر نصیب بگردانه. رب العالمین در سوره آل عمران آیت 146 میفرماید که والله یحب الصابرین. الله مهربان میگه من بنده های صبر کننده ما دوست میدارم. دوست دارنده شخصیت های هستم که در بلای من، در مصیبت من، در مشکلی های من، در وبای من، در دشواری های من اونها صبر کننده هستند. من اونها را دوست میدارم. در جای دیگر رب العالمین میفرماید که و بشر الصابرین، بشارت خبری خوش بده برای صبر کننده ها. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اون صبر کننده هایی که هر وقت مصیبت به بالاشون آمد اونها میگویند که انا لله و انا الیه راجعون. ما همه از آن خدا هستیم و آخر همه بازگشت ما به سوی پروردگار است. یعنی بشارتی به جنت، خبری به جنت، خبری به رضای الله ده برای این جمله صبر کننده ها. به این خاطر برای من و شما برادران بزرگوار من لازم است که صبر کننده باشیم، طاقت داشته باشیم. در برابر این مصیبت از پروردگار اجر ثواب، اون ثواب بزرگی که خداوند وعده کرده است، باید اون ثواب ما طلب داشته باشیم. رب العالمین در سوره والعصر می فرماید که استعذ بالله والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب العالمین می فرماید که قسم به زمانه که مردم در خسران و زیانکاری هستند، مگر در زیانکاری، در خسران نیست شخصیتی که ایمان آورد و عمل صالح کرد و مردم توصیه یعنی نصیحت به حق کرد و مردم نصیحت به صبر کرد. به این خاطر برای من و شما هم ضرور است که همدیگر یعنی توصیه نصیحت به صبر کنیم، همدیگر
نصیحت کنیم که صبر کننده باشند در این حالتی که خداوند بالاشون امتحان و سنجش آورده است. و ثواب صبر از همه ثواب ها بزرگتر است، از همه ثواب ها بالاتر است. رب العالمین درباره ثواب صبر می فرمایند که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کننده ها را ثواب اونها را در روز قیامت به حساب براشون ادا میکنه. یعنی ثواب دیگر عمل ها اگر در ترازوی قیامت وزن کرده شوند، ثواب یعنی صبر به نهایت زیادی هست که خداوند وعده کرده است که برای صبر کننده ها من در روز قیامت به حساب ثواب ادا میکنم. یعنی حساب وزن کرده نمیشه چقدر ثواب زیاد است. برای همین من و شما برادران بزرگواری من باید در همه حالت، چی در حالت مصیبت باشیم، در حالت مشقت و دشواری باشیم، صبر کننده باشیم تا اینکه خداوند این یعنی مشکلی، دشواری، این وبا، این گرسنگی، این غریبی، این جداگی و فراقی یعنی از اهل بیت، خداوند برابر این مشقت ها و مشکلی ها برای ما ثواب بزرگش نصیب بفرماید. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند، این حدیث حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت کردند، می فرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که این عدم الجزاء مع عدم البلاء، تن از همه ثواب بزرگ همراهی بلای بزرگ است. چند یعنی در بالای انسان رنج و مشقت، دشواری، وزوینی زیاد آمد، همون قدر خداوند برای او اجر و ثواب زیاد عطا می فرماید، اجر و ثواب زیاد برای او نصیب می گرداند. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودند و ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. جناب پیغمبر وقتی خداوند هر قومی را که دوست داشت اونها را مبتلا می گرداند، غم در حیات اونها میاره، دردمندی در حیات اونها میاره، یک بلای در حیات اونها میاره رب العالمین. فمن رضی فله الرضا و من سخط فله سخط. جناب پیامبر صلی الله علیه و هر انسانی که راضی شد، صبر کرد، رضاگی خدا را از خود میکنه. ببینید در برابر بلای بزرگ، در برابر مشقت و دشواری های بزرگ، هر انسانی که راضی شد، تسلیم شد، صبر کننده شد، او شخصیت رضای خدا را از خود میکنه. اما هر انسانی که ناراضی شد، هر انسانی که تسلیم نشد، یعنی در برابر امتحان و سنجش خدا تسلیم نشد، البته او شخصیت ناراضگی و قهر و غضب خدا را از خود میکنه. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر که این حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کردن، حدیث بخاری هست، فرمودند که من یرید الله به خیرا یصیب منه. گفتن هر انسانی که خداوند هر شخصی را اراده خوبی کنه، برای اون یعنی بلاها، مشقتها، رنجها در حیاتش میاره. یعنی او را به یک بلای، به یک مشقت، به یک سنگینی و دشواری امتحان و سنجش میکنه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر فرمودند که ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. گفتن از همه پربلاترین مردم پیغمبرهای خدا بودند. بعد از پیغمبرها شخصیت هایی که به پیغمبرها را نزدیک هستند، اولیای خدا، علمای عظام، مؤمن ها و مسلمان های کامل. خداوند این جمله، این گروهی مردم الله بزرگوار بلاها در حیات میاره، در حیات اینها رنج و مشقت ها میاره. به چی خاطر؟ به خاطر که از رنج و مشقت آخرت خلاص کنه، به خاطر که سبب درجه اینها را در نزد خودش بلند بگردونه، به خاطر که اینها را در جنت درجهشون عالی بگردونه. به این خاطر خداوند در دنیا بنده های مؤمن و مسلمان رنج مشقت زیاد در حیاتشون میاره، از رنج مشقت آخرت اینها را خلاص میگردونه. ببینه در اصل تمام انبیای خدا رنج مشقت های سنگین از سر گذراندن. همه اونها هجرت و یعنی غریبی دیدن، از دست دشمن های خدا آزارها دیدن. به این خاطر من و شما هم باشیم برادران بزرگواری من، در این حالت دشواری، در این حالت مشقت، در این حالت سنگین
باید صبر کننده باشیم تا اینکه خداوند برای ما ثوابی بزرگ، اون ثوابی که در قیامت وزن کرده نمیشه، اون ثواب نصیب بگردونه، تا اینکه خداوند ما را از رنج مشقت آخرت نجات بده. ما الحمدلله مؤمن و مسلمانیم، به گفته های خدا، به گفته های جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم باور داریم. وقتی باور داریم باید تسلیم باشیم، باید صبر کننده باشیم. یعنی بدون برادر مسلمانه که امروز چقدر رنج و مشقت زیاد از سر میگذرانی، ثوابی تو زیاد است، اجری تو، پاداشتی تو زیاد است، درجه تو در نزد خداوند بلندتر میگرده. به همین خاطر اگر چنده که عزیزا و دوستای خدا رو میفرمایند که چنده که در حیات اونها غم و مشقت زیاد می آمد، همون قدر زیادتر شکرگزار می شدن، خدا را شکر می گفتن، تسلیم بودن، راضی بودن، می گفتن که الحمدلله که خداوند برای ما رنج و مشقت نصیب گردان، دشواری نصیب گردان، مصیبت نصیب گردان، در آخرت درجه ما را در جنت بالا میگردونه، ما را در نزد خودش به خودش به ذات خودش خداوند قریب میگردونه، سبب کفارت گناه های ما میشود. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر غم و ناراحتی، هر تنگی و مشقت و دشواری، حتی خاره که در کف پای یک انسان میزنه، هر ناراحتی که در بالای انسان میاره، خداوند در برابر این گناه های و انسان نابود میکنه، درجه انسان در جنت بالا میگردونه. به این خاطر من و شما برادران بزرگواری من باید که در این مصیبت، در این امتحان پروردگار صبر کننده باشیم. وقتی در روز قیامت ثواب انسان‌های صبر کننده را خداوند ادا می‌کرده از اهل عافیت، انسان‌هایی که در دنیا رنج و مشقت ندیدن، اونها میگه چقدر آرزو و تمنا میکردن که ای کاش که پوسته‌های بدن ما به این قیچین‌ها پاره پاره میشد، چقدر رنج آزار و ناراحتی میدیدیم در دنیا، تا اینکه امروز خداوند ما را از این پاداش، از این ثواب بهره‌ور میگردانید. به این خاطر برادران بزرگواری من باید من و شما حرکت کنیم که صبر کننده باشیم، حرکت کنیم که ای جمله انسان‌های صابرین باشیم. بهترین پاداش، بهترین ثواب، این ثواب صبر هست. به همین خاطر تمام انبیای خدا، تمام دوستای خدا امتحان و سنجش سختی از سر گذرانیدن. من و شما هم باشیم یه یقین بدانیم که این امتحان الله هست، یقین بدانیم که این نشانه قدرت و توانایی الله است. در اصل امروز این وبا سبب اصلاح بسیاری مردم شده است. شخصیت هایی که نماز نمی خواندند، شخصیت هایی که از خدا دور بودند، شخصیت هایی که از عبادت و بندگی الله دور بودند، اکثر اونها را امروز میبینی پایبند عبادت هستند. اکثر اونها الحمدلله توبه کردند. اما در این وبا با خداوند قدرت و تواناییش برای اون ملحدین، برای اون متکبرین، برای سرکش ها، برای دشمن ها نشان داد. همه عاجز شدند، همه تسلیم شدند، همه بزانو زدند، همه اقرار کردند که در برابر قدرت و توانایی پروردگار اونها عاجز هستند. در اصل برادران بزرگواری من باید من و شما خود را از دست ندهیم، باید من و شما به صبر و به طاقت باشیم. ما باید از این ثوابی که در این امتحان و سنجش است، در این بلا هست، از این ثواب باید خود را محروم و بی نصیب نگردانیم. حرکت کنیم، دعا کننده باشیم، بگیم اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. این دعای جناب پیغمبر است که ما را تعلیم دادن که پروردگارا ما از تو پناه طلب میکنیم از دیوانگی، از کسلی پوست، از کسلهای بد تبابت نشونده و از این وبایی که امروز به بالای ما را آمده. پروردگارا از این وباها ما را نگه دار. ما از خدا پناه طلب کنیم، تکیه به خدا کنیم، توکل به خدا داشته باشیم و این را عمیق بدانیم که هر چیزی که خداوند در مقدرات ما، در تقدیرات ما، در قسمت ما کشیده باشه، نادیده ما علاج نداره. دوستان برادری را نقل کردن که در این شهر پیران کار میکرد، در بازار سودا میکرد. وقتی که این کسل، این بیماری به این شهر آمد، میگه تمام جای خود را محکم کرد، جای کار
اون یعنی بارهایی داشت، اونها را در دوستا تقسیم کرد، به شهری خودش رفت. شهری خودم البته مردمی این داغستان است، به شهری خودش رفت میگه به خاطر که خودش از این بلا نجات ده. رفت میگه هر هفته همراه دوستا صحبت میکرد، چی حال داره شما، خوب هسته؟ اما چند روز پیش میگه برای دوستاش خبر رسید که اون شخصیت به این کسل مبتلا شد، به رحمت خدا رفت و فات کرد. یعنی از قضا و قدر الهی انسان گریخته نمیتوانه. اگرچه ما فکر و نظر ما این است که از بین مردم جدا شویم، جایی رویم که ما را دریاب نکنه، اما این مرگ هر جایی باشه ما را، اگر در قسمت ما، در تقدیرات ما این کشیده باشه، ما را میرسد. هرچی دلم خواست نه آن می شود، آنچه خدا خواست همان می شود. خواستی الله هر چیزی باشه ما او را می بینیم. برادران بزرگواری من، به همین خاطر در برابر این مصیبت فقط ما گفتن می توانیم که انا لله و انا الیه راجعون. فقط مصیبت مرگ نیست. هر ناراحتی، هر غمگینی، هر دشواری و مشکلی و مشقتی که در حیات ما مسلمان ها می آید، اون مصیبت است. حتی پیغمبر بزرگوار بار داخلی خانه شدن، شب بود، اون چراغ هایی که از روغن است و از پخته است، از لاق است، وقتی شمال شد اون چراغ خاموش شد. پیغمبر بزرگوار گفتن انا لله و انا الیه راجعون. یعنی در خاموش شدن چراغ هم پیغمبر بزرگوار این جمله را گفتن. برای من و شما هم ضرور و لازم است که همه وقت همیشه یعنی در برابر مصیبت الهی تسلیم و راضی باشیم و این جمله را تکرار کنیم که انا لله و انا الیه راجعون. ما همه از آن خدا هستیم، همه بازگشت ما به سوی الله است. و برادران بزرگوار من، سببی که امروز این وبا در حیات ما آمده است، یقین است، انیق است که از روی کمبودی و سهو و خطا و گناه های ما هست. ما باید توبه کننده باشیم، ما باید رو به خدا بیاریم، ما باید از این خاطرات سیاه و تلخی که در حیات گذراندیم باید به سوی خدا رو بیاریم و توبه کنیم، از خداوند عذر و بخشش بپرسیم و از پروردگار التجا و زاره داشته باشیم که خداوند این بلا را، این مصیبت را، این وبا را از حیات ما دور بگردانه، چون که ما طاقت برداشت ای را نداریم. از خداوند طلب کنیم که خداوند زودتر این وبا را از حیات ما دور بگردانه. توکل به خدا، تکیه به خدا داشته باشیم و دعا داشته باشیم. یگانه حل کننده مشکلی های ما دعا هست. یگانه دور کننده این وبا و بلا از بالای ما دعا هست. دعا کننده باشیم که خداوند بزرگوار زودتر و تیزتر این بلا را، این وبا را از حیات ما مسلمان ها دور بگردانه. پروردگارا بار الها از این وبا، از این بلا، از تمام نوع رنج و مشقت تمام برادرهای مؤمن و مسلمان ما را در روی عالم، تمام مادرها و خواهرهای ما را در حفظ امان نگه بدار. پروردگارا این وبا را زودتر از جامعه ما، خصوصا از وطن عزیز ما دور بگردان. پروردگارا بار الها این وبا و این بلا را سبب کفارت گناه های ما، سبب رفع درجات ما، سبب هوشیار شدن، بیدار شدن ما از خواب غفلت بگردان. پروردگارا بار الها در برابر این مصیبت برای ما صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب بفرما. پروردگارا مشکلی های ما را آسان بگردان. پروردگارا بار الها تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در حفظ امان نگه بدار. پروردگارا مشکلی هاشون آسان بگردان. پروردگارا از رنج و مشقت، از این درد و داغ در حفظ امان نگهشون بدار. پروردگارا به فرزندای ما را فرزند صالح عطا بفرما. طالب علمای ما را علم نافع و مفید نصیب بگردان. محبوسا و زندانیای ما را آزادی نصیب بفرما. قرضدارای ما را از حالت قرضداری نجات بده. پروردگارا بار الها تمام برادرهای مؤمن و مسلمان ما هر امید و آرزو، مراد و مقصدی داشته باشند به مراد و مقصد برسان. پروردگارا گذشتگی های ما را رحمت و مغفرت بگردان. پروردگارا گناه های ما زنده ها را پروردگارا مغفرت بگردان. برای ما توفیق عبادت و بندگی کردن، توفیق به سوی
یعنی ذات خودت حرکت کردن نصیب بفرما. پروردگار بار الهی رضای خود برای ما نصیب بگردان. از قهر غضبت ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار دنیا و آخرت ما را آباد بگردان. پروردگار بار الهی هر چیزی که رضای خودت هست برای ما و برای عالم اسلام نصیب بفرما. از قهر غضب ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار خاتمه ما را به خیر بگردان. پروردگار اون لحظه ای که ما از این دنیا به سوی تو بازگشت میکنیم ایمان کامل شریک و رفیق همراه ما بگردان. پروردگار بار الهی خاتمه به خیری را برای تمام مؤمن ها و مسلمان های روی عالم نصیب بفرما. پروردگار بار الهی دیدار به مثل مانند خود را جنت الفردوس را برای ما مؤمن ها و مسلمان ها نصیب بفرما. پروردگار خاتمه اونا به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یا ارحم الراحمین. از همه شما برادران بزرگوار من و از تمام پدرها و مادرهای محترم، از تمام خواهرها و اپههای محترم التماس و خواهش دعا داریم که در حق ما هم دعاگو باشه. امروز ما هم در این یعنی مسافرت هستیم، در غریبی هستیم، اما همه وقت همیشه در غم و شادی شما الحمدلله که من شریک هستم. غم شما غم من هست، خرسندی و شادی شما خرسندی و شادی من هست. از همه شما التماس و خواهش دارم که در حق بنده در حق ما هم دعاگو باشه. انشاءالله ما همه وقت همیشه در حق شما دعاگو هستیم. خداوند برای شما پدران و مادران بزرگوار، برادران محترم و خواهران و مادران محترم، خداوند برای شما بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب گردانه. پروردگار هرگز شما را خار نگردانه. پروردگار بزرگوار هر امید و آرزو و مراد و مقصد داشته باشه به مراد و مقصد برسانه و خداوند جملگی من و شما را خاتمه به خیر بگردانه. آمین یا رب العالمین و صلی الله تعالی اصحاب اجمعین یا ارحم الراحمین.